من همچون طبیبی بیماری‌های پوست با شما توصیه می‌دهم که در این فصل سال اساساً پیداشوی داغ‌ها در روی و اینچنین بیماری‌های آلرژیکی زیاد دیده می‌شود و بیماری‌های زنبوروایی. با شما توصیه می‌دهم که از ملهم‌های از آفتاب نگاه دارنده بسیارتر استفاده برید. همون گیگینه شخصی هر روزه رو در حیات سحر رو بگو تازه کردن دندان و اینچنین از ملهم ها برای نگاه و بینی پوستی روی که برای هر یک نمودی پوستی روی مخصوص فرمانده می شود استفاده برند. اینچنین برای اوجگیری بیماری های آلرژیکی در این دوره دیده می شود از استعمال خوراک های بادناک کمتر استفاده برید. اینچنین به آنها داخل می شود موادهای آبهای گازناک، خوراکی های از شیرینی تیار شده و اینچنین خوراکی هایی که دانگی ها بسیارترند کمتر استعمال کنند.